واقع در ناحیه سینا جمعیت دارای مسئولیتش محدود پولادی پلازا و ساختمان 4 بینای بلند آشیانه استقامتی شروع نموده است. طبق لایحه در 3 آشیانه اولی بیناها مرکز سودا و خدمترسانی پیش بینی شده است. اینفراساختور ضروری به مانند توقفگاه نقلیاتی هم در زیر بیناها و همچنین توقفگاه علاهیده روی زمینی 4 سطحه در همین موضع. اینچنین در بالای آن جایگیر نمودن میدانچه های ورزشی و استراحتی برای خدمترسانی سطح بلند و مردم پیشنهاد شده است. لایحه خود دلیل روشن است که همه نازکی های ساحه معماری دوراندیشانه طرحبندی شدند. البته مسئولین را ضرور است که به صفت کارهای ساختمانی بیشتر دقت جدی دهند، زیرا آینده حیات مردم و این بناهای بنیاد شونده علاقمندی زیاد دارد. انشاءات ساختمانی عبارت از 1,500 متر مربع را در بر میگیرد که در آن 4 بینای بلندآشیانه استقامتی جایگیر کرده شده است. بیناهای بلاک های A, B و G در مجموع بلاک های A 16 آشیانه، B 20 آشیانه و V 24 آشیانه، بلاک G باشد 16 آشیانه. طبق قرار محترم رئیس شهر دوشنبه در بینای مذکور بیناهای بلندآشیانه و بسیار بلندآشیانه استقامتی با جایگیرانی مرکزهای سودا و خدمترسانی و توقفگاه‌های نقلیاتی 2 سطح در تخانه آنها همزمان در پهلوی آن یک توقفگاه بلندآشیانه استقامتی بارد از 5 بلاک بنیاد کرده می شود. در آشیانه بالایی توقفگاه نقلیاتی باشد جای دلخوشی کودکان، جای گشت و گذار می شود. بینای بلندآشیانه با تمام شرایط‌های با طلبات‌های امروزه با طلب‌های معاصر بنیاد کرده می شود که همه این بینابر گرفته شده است. در بینای مذکور میدانچه‌های بازی کودکانه، جای‌های کبودی زارکنی، مرکزهای سودا و خدمترسانی بینابر گرفته شده است. همزمان ما نیز تصمیم گرفتیم که در آینده چنین بیناهای با طلبات‌های زمان معاصر دارای شرایط‌های خوب بنیاد سازیم که برای مردم در آینده در سطح عالی خدمت رساند.